تا حالا شده کسی رو ببینی و بدون هیچ دلیلی قلبت تون بزنه؟ یه نگاه، یه لبخند، یه حس و از خودت بپرسی چرا انقدر خاصه برام؟ حالا بذار یه رازو بهت بگم. هیچ کس اتفاقی عاشق کسی نمیشه. عشق یه واکنش شیمیایی نیست، یه الگوی روانشناسیه. امروز قراره یاد بگیری چطوری این الگو رو فعال کنی، نه با تظاهر، نه با بازی، بلکه با شناخت عمیق ذهن انسان. پس تا آخر ویدیو بمون، چون یه جایی وسطش قراره چیزی بشنوی که دیدت رو نسبت به عشق برای همیشه عوض کن. اولین قانون عشق عجیبه. نباید بخوای کسی رو جذب کنی. مغز انسان از هر چیزی که آزادیشو تهدید کنه فرار میکنه. یعنی وقتی زیادی دنبالش میری، ذهن بهش میگه من دارم کنترل میشم و اون لحظه جذابیتت میمیره. برنده بازی عشق کسیه که نیاز به برنده شدن نداره. وقتی از درون احساس ارزشمندی میکنی، اون حس در رفتارت پخش میشه و آدم‌ها ناخودآگاه جذب کسانی میشن که از کمبود فرار نمیکنن، بلکه از درون کاملا. یه پدیده واقعی در روانشناسی است به نام اثر آینه‌ای. ما به صورت ناخودآگاه جذب کسی میشیم که انعکاس خودمون رو از اون میبینیم. اگه میخوای کسی عاشقت بشه، باید بازتاب احساساتش بشی، نه تقلیب بازتاب. وقتی اون آرومه، تو هم آروم باش. وقتی پر انرژیه، تو لبخند بزن. اون وقت ذهنش سیگنال میفرسته این آدم منو میفهمه. و همین درک شدن عمیق‌تر از هر ظاهری عشق میسازه. انسان‌ها ارزش هر چیزی رو از رو کمیاب بودنش میسنجن. وقتی همیشه در دسترس باشی، ذهنش تو رو به عنوان اطلاعات تکراری کنار میذاره. اما وقتی گاهی ناپدید میشی، وقتی همیشه جواب نمیدی، ذهن شروع میکنه به سوال پرسیدن. کجاست؟ چرا نیست؟ و اینجاست که جذابیت متولد میشه، چون نبودن جای خالی میسازه و مغز انسان از جای خالی متنفره. پس خودش پرش میکنه با فکر کردن به تو. اما راز مهمتر از همه اینه، آدم‌ها فقط دنبال هیجان نیستن، دنبال امنیت احساسن. یعنی در عین رازآلود بودن باید حس آرامش بدی. وقتی کسی کنار تو حس امنیت کنه، بدنش دو هورمون کلیدی آزاد میکنه، اکسیتوسین و دوپامین. یکی حس پیوند میسازه، اون یکی حس پاداش، و این دو با هم یعنی فقط یه چیز، عشق واقعی. هیچکس عاشق ظاهر تو نمیشه. آدما عاشق احساسی میشن که در کنار تجربه میکنن. پس سعی نکن خاص ترین باشی، سعی کن احساس خاص در اون بسازی، با لبخندات، با آرامشت، با سکوتت، ولی نه با نقش بازی کردن، چون ذهن تظاهر رو بو میکشه. عشق وقتی اتفاق میفته که تو خودت باشی، ولی نسخه واقعی و قوی تره. بریم لایه عمیق‌تر، اونجایی که عشق واقعا شکل میگیره، ذهن ناخودآگاه. عشق تصمیم قلب نیست، تصمیم ذهنه. ذهن ناخودآگاه توی کمتر از یک ثانیه قضاوت میکنه. آیا این آدم امنه؟ آیا ارزش داره عاشقش بشم؟ پس اگه میخوای کسی عاشقت بشه، با ناخودآگاهش حرف بزن، نه با منطقش. با نگاه، با تون صدا، با انرژی در لحظه. آدم‌ها کلمات رو فراموش میکنن، اما حسی که در وجودشون ساختی رو هرگز. در روانشناسی عشق یه قانون عجیبه. آدم‌ها جذب کسی میشن که دو حس متضاد درونشون ایجاد کنن، احساس امنیت و چالش. اگه همیشه در دسترس باشی، امنی ولی قابل پیش بینی. اگر همیشه دور باشی، جذابی ولی دست نیافتنی. راز اینجاست، تعادل. یه روز آرامش، یه روز کمی فاصله، یه نگاه عاشقانه، بعدش سکوتی کوتاه. ذهنش بین اطمینان و تردید گیر میکنه و درست در همین مرز عشق شکل میگیره. چون مغز چیزی که هم آرامش میده، هم ابهام، هم معتاد میشه. گاهی سکوت از 1000 جمله بیشتر حرف میزنه. تماس چشمی بیشتر از 3 ثانیه در مغز دوپامین آزاد میکنه، حس اتصال. اما بیشتر آدما از سکوت میترسن، فکر میکنن نشونه سردیه، در حالی که سکوت همراه با حضور عمیق‌ترین گفتگوی دنیاست. سکوتی که توش 1000 تا دوست دارم بی صدا گفته میشه. پس یاد بگیر با حضورت حرف بزنی، نه با کلمات. یه راز عمیق دیگه، اثر جایگزینی ذهن. مغز همیشه دنبال الگوی آشناست. اگر رفتار تو شبیه تجربه یا عاشقانه از گذشتهش باشه، ذهنش شروع میکنه به پیوند دادن اون حس با تو. یعنی تو باراش آشنا میشی، حتی اگر تازه وارد زندگی شده باشی. به جای خاص بودن آشنا باش، چون ذهن از آشناها نمیترسه، بهشون اعتماد میکنه و عشق از دل اعتماد شروع میشه. آخرین راز، حضور. وقتی با کسی هستی، واقعا اونجا باش، نه با موبایل، نه با فکر گذشته یا آینده. وقتی حضور واقعی باشه،
انرژیت متقابل لمس میشه و مغز اون شخص بدون اینکه بدونه چرا بهت وابسته میشه. عشق واقعی از حضور واقعی شروع میشه، چون آدم‌ها عاشق چهره نمیشن بلکه عاشق حسی میشن که کنار تو از خودشون دارن. و حالا اگه بخوام فقط یه جمله بهت بگم اینه: عاشق شدن دیگران از عاشق شدن تو به خودت شروع میشه. ذهن فقط انرژی رو میپذیره که تو از خودت میفرستی. اگر درونت تهی باشه جذبت کوتاهه، ولی اگر از درون پر از عشق به خودت باشی اون انرژی پخش میشه و دنیا نمیتونه نادیدت بگیره. پس قبل از اینکه بخوای کاری کنی عاشقت بشه، یه کاری کن خودت عاشق خودت بشی، چون وقتی خودت رو دوست داری حتی سکوتت هم جذابترین گفتگوی دنیا